بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی رحمت. السلام علیکم هموطنان عزیز، شما خواهران و برادران، شما پدران و مادران، و البته یک سلامی ویژه به شمایی که برای اولین بار در سال 2020 مزه روزه‌داری را میچشید و در برابر امر خداوند تسلیم هستید و بندگی میکنید. من آریا سهراب امیدوارم حال همتان خوب باشد. آرزو میکنم همیشه سلامت و تندرست باشید. این روزها که شهر رنگ و بوی کرونا دارد، سعی کنیم بیشتر از دیگر وقتها به فکر همسایه هایمان باشیم. این ماه هم که ماه مبارک رمضان ماهی بخشش و رحمت است، چه خوب می شود که ما هم بخشیدن، مهربانی کردن و به یاد هم بودن را بیشتر تمرین کنیم و کاری کنیم که در برابر پروردگارمان روسفید باشیم. یعنی از انجام هر کار خیری که توان انجامش را داریم دریغ نکنیم. میگویند روزی که تو آمدی به دنیا، میگویند روزی که تو آمدی به دنیا عریان، جمع به تو خندان و تو بودی گریان. کاری بکن ای دوست که وقت مردن، جمع به تو گریان و تو باشی خندان. همراه ما باشید تا با هم حدیث امروز را بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاری. امام بخاری رحمت الله علیه حدیثی را در صحیح خود تحت رقم 5604 از ابو هریره رضی الله عنه نقل می کند که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمودند: از بدگمانی برحذر باشید. همانا گمان دروغ ترین گفتارهای درونی است. عیبجویی همدیگر مکنید و دست از جاسوسی نگه دارید. به هم حسد نورزید، از همدیگر روی گردان و پشت بر هم نکنید و با هم کینه‌توزی و دشمنی به راه نیندازید. بندگان خدا با هم برادر باشید. این فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله مربوط به اخلاق اجتماعی فرد مسلمان بوده. ایشان امت خود را به طور عام به مراعات این اخلاق دعوت نموده و آنان را از رفتارهای ناپسند برحذر می دارد. در ابتدا از گمان سخن به میان آمده است. واژه ظن یعنی گمان و هم خانواده های آن در قرآن کریم 69 بار به کار رفته است. شاید در مورد نهی پیامبر علیه السلام از پرداختن به گمان بد این سوال ذهن را مشغول دارد که اساساً گمان بد یا اساساً گمان به طور مطلق، چه گمان بد و چه گمان نیک، غالباً اختیاری نیست، به این معنی که هر گمانی بر اثر مقدمات و پیش زمینه های به ذهن انسان
خطور می کند که از اختیار انسان بیرون است. پس چگونه می توان از کاری که در اختیار انسان نباشد او را بازداشت نمایی و نهی کنی؟ در پاسخ این پرسش دانشمندان دو مطلب را ذکر می کنند. مطلب اول آن است که نهی پیامبر علیه السلام نه از گمان بد است بلکه از ترتیب اثر دادن به گمان بد است. بنابراین آنچه گناه است که قرآن نیز به آن اشاره می کند ترتیب اثر دادن به گمان بد می باشد. یعنی بر اساس گمان بد کسی اقدام کند، این اقدامش گناه است. و مطلب دوم این که گفته می شود گمان بیرون از اختیار انسان است، در واقع حرف نچندان درستی است. انسان می تواند با تفکر روی مسائل مختلفی گمان بد را در بسیاری از موارد از خود دور سازد، به این ترتیب که در راه‌های حمله بر صحت بیندیشد و احتمالات صحیحی را که در مورد آن عمل وجود دارد در ذهن خود مجسم سازد و تدریجاً بر گمان بد پیروز شود. گمان بد نه تنها در روابط اجتماعی و آداب معاشرت مسلمین تأثیر بد دارد بلکه در تشکیل شخصیت اخلاقی خود فرد بدگمان نیز مؤثر است. در کتب اخلاقی به این مورد به تفصیل پرداخته شده است که از جمله آن این است که گمان بد یکی از ورودی‌های شیطان به قلب انسان می باشد. اگر شیطان از این ورودی به قلب انسان وارد شود او را به گناه و معصیت‌های بعدی وسوسه خواهد کرد که در این صورت کار برای انسان سخت‌تر خواهد شد. کسی که فرد مسلمانی را بنابر گمان خیش به بدی حکم نماید پس از این حکم آماده می شود که وسوسه شیطان را در جهت غیبت او به راحتی پذیرا گردد. به محض زبان به غیبت گشودن خود هلاک گردد. حقوق طرف را ادا نکند و اگر او را احترام کند آن ریاکارانه باشد. با چشم حقارت به او نگاه کند و تدریجاً خود را علی الاطلاق بر او بزرگ ببیند و همه این پیامدهای گمان بد از مهلکات نفس و جان آدمی است. باید به یک نکته دیگر نیز اشاره نماییم که شرع مقدس اسلام همواره انسان را از قرار گرفتن در معرض بهتان و تهمت منع می کند. در بعض از روایات آمده است که رسول خدا علیه السلام فرمودند اتقوا مواضع التهم، از موضعها و اماکنی که مورد تهمت قرار میگیری جداً پرهیز کن. این تأکید پیامبر بنابر آن است که افراد شرور و بد همیشه به مردم گمان بد دارند و انسانی که خود را از معرض تهمت به دور نگه ندارد مورد گزند بدگمانان قرار خواهد گرفت. امام غزالی رحمت الله علیه می فرماید هرگاه انسان بدگمانی را دیدی که دنبال عیوب مردم می گردد پس بدان که او در باطن انسان پلیدی است و آن پلیدی از او ضمن تتبع عیوب مردم ظهور و بروز می کند. به یاد داشته باش که المؤمن یطلب المعاذیر و المنافق یطلب العیوب. مؤمن همواره دنبال عذر و توجیه مردم است اما منافق همیشه پیگیر عیب و کاستی های دیگران است. البته در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله علت نهی ایشان از گمان بد بیان شده است. فإن الظن اکذب الحدیث، همانا گمان دروغترین گفتارهای درونی است. بنابراین گمان از آنجا که هیچ تکیهگاه محکمی و هیچ مدرک منطقی ندارد دروغترین و غیر واقعی ترین شناختهای انسان محسوب می شود.
در قسمت بعدی رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند ولا تحسسوا ولا تجسسوا، عیبجویی همدیگر مکنید و دست از جاسوسی نگه دارید. واژه تحسس با قرینه معنوی لفظ بعدی یعنی تجسس به معنی جستجو و تفحص کردن از عیوب و کاستی‌های مردم به کار رفته است. لفظ تجسس به معنی تتبع و گردآوری عیوب مردم به هر وسیله تفحصی بوده و در قرآن کریم هم از این فعل زشت نهی صریح شده است، ولا تجسسوا. تحسس عیبجویی و تجسس پیگیری و گردآوری عیوب دیگران در حدیث شریف به عنوان دو فعل جدا از هم ذکر و از آن نهی شده است، اگرچه این دو فعل در طول هم قرار دارند، زیرا تحسس همان انگیزه اولیه برای تفحص و جستجوی عیوب باشد و تجسس فرایند عملی تحسس است. بحث عیبجویی از کاستی‌های پنهان مردم یکی از مهمترین بحث‌های اجتماعی قرآن محسوب می شود که خطیر بودن این موضوع را می رساند. قرآن می فرماید ولا تلمزوا انفسکم بالالقاب، یک دیگر را مورد طعن و عیبجویی قرار ندهید. قرآن در این آیه با تعبیر انفسکم به پیکره واحد امت اسلامی اشاره می کند و اعلام می نماید که همه مؤمنان به مثابه یک تن و جسد واحد هستند و بنابراین اگر شما مؤمنان در صدد عیبجویی همدیگر برآیید، در حقیقت از خودتان عیبجویی کرده اید. در ادامه رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند ولا تحاسدوا، به هم حسد نورزید. حسد را اینچنین معنی کرده اند که آرزو و تمنای زوال و نابودی نعمتی از شخص دیگر در حالی که آن نعمت بر صلاح آن شخص باشد. اگر انسان آرزو و تمنای زوال و نابودی نعمت دیگری را نکند بلکه مثل آن را برای خیش بخواهد، آن را غیبته گویند. اساتید اخلاق برای حسد معیاری را بیان کرده اند که با توجه به آن معیار هر کس میتواند تشخیص بدهد که آیا حسد می‌ورزد و یا غبطه می‌خورد. و آن معیار این است: حسد بر این اصل استوار است: آنچه را برای خود نخواهی برای دیگری بخواهی و آنچه را برای خود بخواهی برای دیگری نخواهی. قرآن کریم می فرماید قل اعوذ برب الفلق تا آنجا که و من شر حاسد اذا حسد، بگو پناه می برم به پروردگار سپیده صبح از شر هر حسودی هنگامی که حسد می ورزد. در ریشه‌یابی حسد علما فرموده اند حسد از نتایج حقد و حقد از نتایج غضب است. بنابراین حسد فرع الفرع غضب است و غضب اصل الاصل حسد. برای درک عمق زشتی حسد همین بس است که حسد ابلیس را از جمله نخستین کسانی قرار داد که گناهان عظیم را انجام داد و او را مغضوب درگاه الهی قرار داد. در پایان حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله به نتیجه و ثمرات حسد اشاره می کند و می فرماید ولا تدابروا ولا تباغضوا، از همدیگر روی گردان و پشت به هم نکنید و با هم کینه‌توزی و دشمنی به راه نیندازید. وقتی افراد جامعه به حسد ورزی میان خود مبتلا می شوند، این عمل آثار وضعی خود را در پی خواهد داشت که مهمترین آن آثار از همدیگر دور شدن، فراهم نمودن آتش کینه و دشمنی و جنگ و ستیز میان آنها خواهد بود. در همه آیات که در قرآن آمده است در مورد بغض و دشمنی به عنوان پدیده بد و حتی کیفر الهی ذکر شده است.
با توجه به این حقیقت مؤمنین در برخورد و معاشرت همدیگر جداً از امور پرهیز کنند که در نهایت به این پدیده شوم بغض و دشمنی و کیفر شدید الهی مبتلا نشوند. آری، تعالیم والای اسلام همیشه جامعه مسلمانان را به سوی ارزش‌های متعالی راهنمون می‌کند تا که جامعه اسلامی در پرتو این ارزش‌ها به سعادت دنیا و آخرت نائل گردد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تقدیر و تشکر از استاد محترم نصیب الله عمر و شما عزیزان شنونده. میگویند انسان‌های خوش اخلاق و مهربان در دعا کردن هم این خصلت را رعایت میکنند، یعنی تا جایی که میتوانند برای دیگران دعای نیک میکنند و گفتند برای کسانی که به شما حسادت میکنند این گونه دعا کنید: پروردگارا، اگر در این جهان کسی هست که تابی دیدن خوشبختی مرا ندارد، آنقدر خوشبختش کن که خوشبختی مرا از یاد ببرد. تا برنامه و حدیث رحمت دیگر، خدا یار و نگهدارتان. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org